من یه مربی داشتم یه حرف خیلی خوبی به من زد که اون همیشه تو ذهنم هست. تو تلاش تو بکن، خدا حتما تو رو داره میبینه. شاید نده ولی به موقعش 100% بهت میده. بله. من واقعا هم همین جوری شد. خدا رو خیلی شکر میکنم که نباختم تو روزای سخت و امیدوارم که در آینده هم نبازم و همیشه موفق باشم. یه مجله‌ای بود از آقای دکتر گمشه‌ای. اگر شما مهر یک کاری تو دلتون افتاده و میخواین به اون برسین، قطعا خدا اون اتفاق رو براتون پیش میاره و سر راتون قرار میده، وگرنه اصلا فکر این کار و استعدادش رو درون شما نمیذاشت. چقدر قبول داری که انگار واقعا چیده شده؟ خیلی. اصلا من اگر بشینم از A to Z این ماجرا برای شما تعریف کنم، واقعا انگار خدا اون لحظه‌ای که داشتن مثلا منو میخواستم به این دنیا بیارن، همه اینا رو برای من چیده بودن، هم سختی‌ها هم خوشحالی و آسونی.